از وقتی که امارات که آمده تقریبا کاروبار بسیار به سقوط است. فکر که اگر 80% ما کار داشتیم، حال فعلا که امارات آمده 10% ما کار داریم. تقریبا ما فعلا به ضرر هستیم. کارگرها داریم، مستری داریم، دیگه داریم، مثال ما خرچه از دیگه از هر چی است. امیال فعلا ما کاروبار میکنیم به ضرر است، ما نقص کده میریم. ما تقریبا قراردادهایی که داشتیم در سابق، مثال زوبای آهن بود، سیخ گل تولید میکردن. حالا امو کاری شرکت ها و نمو کلش پرچه و از کار نمیکردن، که سیخ میخ نمیخرن که بیخی کار ما اکسیژن ما کدازو زنجیر پیچ از کار میشه. مثال وا که بسته باشه شرکتشان، از ما اکسیژن کس نمیبره. یعنی تقریبا 5-6 شرکت ما تولید سیخ داریم، اکسیژن از ما میده. امیال فعلا یک دانش هم نمیبره از ما. شفاخانه افغان ژاپن است، او را ما میتیم فعلا میبره. مثال یک روز بعد یا 2 روز بعد یک 50 بالون میبره. دیگه رابع بلخی است، او میبره یک ذره. دیگه از وقتی که تقریبا از سابق قدر 50% کم شده. تقریبا ما در نیم 2 ماه ما که امارات آمده کاروبار نیست، دیگه نیست. تقریبا از 2 میلیون تاوان کردیم افغانی ها. چقدر کارمند جواب دادی و چقدر بود؟ تقریبا ما 30 دانه کارمند داشتیم. تقریبا ما 20 دانش جواب دادیم. فعلا 10 دانش پیش ما کار میکنم. بله. این 10 نفر امتیازاتش داده میشه؟ میتونم با این وضعیت؟ امیال فعلا 10 نفر ما امتیازات صحیح پوره کرده نمیتونیم. آید نیست. امورم از جیب خود ما تاوان میتیم فعلا نه. فعلا امیال ما چند شفاخانه است دیگه است، مثال قرارداد شخصی است که من پیسه میگه باش بانگا واس شد، بانگا بند است، فلانی است، اینمی رقم فعلا پیسه نداده نمیتونه. امرای ما فعلا همین دیگه خاص مامی است. فعلا باید یک حکومت همه شمول باشه. باید کلگی در کار و بار خود باشه، هر کس بتانه مثال تجارت کنه یا دیگه کنه، کار و بار خود پیش ببره. و اگر بانگا واس شود بهتر از کل کاروبار کلگی پیش میرم. فعلا امیال شخصا از خود ما بانک بسته است، پیسه بلو برق ما امیال آمده ما نمیشه، مجبور از روی واس شد که از روی بکشیم به بانک بپردازیم. مراجعین افرادی که پشت اکسیژن می‌آورد تا چی حد مانده؟ بسیار کم مانده. مثلا اگر او وقت مثال در روز 100 نفر می آمد، حال تقریبا روز 5 نفر یا 6 نفر می آید. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.